سوال دیگه دارم، اینکه برای کسایی که یه سری افراد هستن که میخوان یه سری بسته بفرستن به اینجا از ایران به کانادا، به صرفه هست این کارو پست هوایی یا زمین یا کشتی این کارو؟ اگه نظر منو میخواین، حالا من تجربه خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه مثلا برای 27 کیلو بار شخصی، وسایل شخصی واقعا بودش، یه 2 تا تیکش هم وسایل کارم بود و برای 27 کیلو وسایل شخصی من تقریبا توی ایران 23 میلیون به شرکت آنیبار پول دادم و وقتی که بارم رسید به کانادا توی گمرک فرودگاه $300 از من پول گرفتن بابت اینکه نمیدونم وسایل تو آزمایش بکنیم. $58 از من پول گرفت بابت اینکه خودشون بارو نگه داشته بودن، یه روز دیرتر دادن. 47